با نام یاد خدا. هفته قبل تعدادی شهابسنگ از روستای ترود شهرستان شاهرود به دستمون رسید. دوستان اعلام کردن که یک نمونه بزرگتر هم از این شهابسنگ هست که درخواست کردن که اونو دوباره به آزمایشگاه ارسال کنیم. با هم باز می‌کنیم بسته‌شو. بله، یه شهابسنگ کاملا مشخص و مبرهن. ترکای شوکی و پوسته ذوبش رو میتونید ببینید. ریگماگلیپت ها کاملا مشخصه و میتونید کلا شهابسنگ بودن رو تشخیص بدید و ببینید. ممنون از همراهی و کمک دوستانی که این شهابسنگ رو فرستادن.